El bilir ki sen benimsen, el bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen. Demek doğma vətənimsən, ayrılar mı könül zandan, Azərbaycan, Azərbaycan. Yaşasın! با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و تبریک به مناسبت روز دانشجو. دانشجویان به عنوان بخش مهم از قشر جامعه و به عنوان اصلی ترین متن اجتماعی پرورنده روشنگران نسل آینده همواره نقش بزرگ و مؤثر خویش را در توسعه فکری و اجتماعی جامعه به اثبات رسانده و در راه آزادی‌خواهی و آزادی‌خواهی قدم برمی‌دارد. 40 سال از انقلاب 57 می‌گذرد. نتیجه 40 سال مدیریت دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرا امروز فقر، بیکاری، بازداشت معلمان و شلاق زدن کارگران است. ماشاءالله. از کدام درد بگویم؟ از درد دخترانی که از حقوق خود نه آزادی انتخاب پوشش را دارند و نه استقلال اقتصادی، یا از دانشجویانی که به جای دانشگاه خود را به دادسرا معرفی می‌کنند. از نشریات دانشجویی که در دانشگاه‌ها همواره تهدید، تعلیق و توقیف می‌شوند. از بچه‌هایی که مهر ماه هر سال زبان مادریشان را در خانه گذاشته و به مدرسه می‌روند. آری زبان مادری، آری زبان مادری، زبانی که موسیقی، تاریخ، فرهنگ و هویت ملت آذربایجان به آن وابسته است. زبانی که به خاطر سیاست‌های نژاد پرستانه هر دو جناح سیاسی کشور نادیده گرفته شده و هر کس که خواهان این حق انسانی خود باشد با بندسازهای مختلف بازداشت و زندانی می شود. ماشاءالله. از کارخانجات و صنایع مادری که آذربایجان سهمی از آن ندارد، تبعیض‌هایی که صنعت و تجارت و بازرگانی این خطه را متوقف کرده تا آذربایجان نیازمند مرکز باشد و میلیون‌ها آذربایجانی برای فرار از بیکاری شهر و دیار خود را رها کرده و به مرکز مهاجرت کنند. از سیاستی که نابودی آذربایجان را با نابودی محیط زیستش نشانه گرفته، دریاچه‌ای که از ما گرفتند و وعده‌های دروغ احیای آن را به ما دادند. استانداری را به آذربایجان غربی فرستادند که هیچ شناختی از آذربایجان نداشته و دریاچه ارومیه را فقط در عکس‌ها و فیلم‌ها دیده بود. استانداری که خود عامل عقب ماندگی اقتصادی استان است و سعی در تحریف و انکار هویت و تاریخ این استان را دارد. جنبش دانشجوی آذربایجان این استاندار را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت. آذربایجان امروز نه بازیچه جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا می شود و نه گروه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین. برای خود سقوط می کند و برای خود قیام می کند. آذربایجان دیگر هیچ اعتمادی به شما ندارد و شاید تنها راه اعتماد دوباره ما سراسری کردن زبان ترکی در کنار زبان فارسی در ایران و تمرکز گدایی باشد. در غیر این صورت اگر قرار بر تکرار باشد، این بار ملت آذربایجان تکرار می کنند. قیام مشروطه را، قیام شیخ محمد خیابانی را و قیام میر جعفر پیشه‌وری را. آذربایجان برولsun. اقشار مختلف با حوزه‌های علم و فرهنگ می باشد که رکن اساسی آن حفظ استقلال خود از زدوبندهای جناحی می باشد و نهاد دانشگاه هم به عنوان یک اتاق فکر
در عرصه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی می باشد. آنچه که ما در سالهای اخیر در کشور شاهد بودیم، تضعیف این نهاد به دلیل دخالت‌های جناحی و تهی ساختن چنین جنبش‌هایی از مفهوم واقعی آن به عنوان کنشگر و دگراندیش بوده است. اما استثنایی قائل شد، آن هم جنبش دانشجویی آذربایجان. خواهان حفظ فرهنگ و هویت آذربایجانی، انعکاس دهنده صدای ملت آذربایجان و مطالبات آنها مبنی بر رفع تبعیض و مظالم حاکم در کشور و علیه ملت آذربایجان، اجرای اصول مترقی قانون اساسی همچون حق تحصیل به زبان مادری، حفظ محیط زیست و شکوفه‌های اقتصادی منطقه و احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از تحرکات افراد و مسئولین برخی استانها و جلوگیری از تحرکات افراد و مسئولین برخی استانها و دست درازی به خاک آذربایجان از گردنه زیبای حیران گرفته آذربایجان راه خود را یافته است و در راه احقاق حقوق خود مصمم‌تر و مسئول‌تر از همیشه عمل نموده و در مقابل بی‌مسئولیتی مسئولیت ناپذیر خواهد ایستاد. اما نوبت می‌رسد به آقای شهریاری، استاندار غیر بومی و تحمیلی روحانی در آذربایجان غربی، که فضایای زیلولوخ را فاجعه‌ای کم اهمیت و غیر تاریخی خطاب کردند. البته از سخنان ایشان کاملا پیداست که ایشان به عنوان یک دیپلمات سیاسی هیچ مطالعه‌ای در زمینه تاریخ ندارند و به ایشان توصیه می‌کنیم که خارج‌تر از حیطه وظایف و تخصص خود حرف نزنند. خیلی متشکرم از دوست عزیزم جناب آقای عبادی، جناب آقای فلاح